ببخشید خود حرف بیادبی بزنم، کسی که خود ارضایی میکنه هورمون‌های پاداش جنسی رو برای چیزی میگیره که واقعیت نداره، مغزش رو میبنده، بعدن تو زندگی مشترکش به مشکل میخوره. اون چیزی که دین به شما میگه انجام بدید، خودت میگه. برید سرچ کنید آمار کنسر، سرطان در دنیا رو برید این رتبه بندی کشور. تو 40 تا کشور اول دنیا یه دونه کشور اسلامی است. 10 تا 12 تا اول همه غربی و پیشرفته‌ترین کشور. آمریکا، آلمان، فرانسه، دانمارک، سوئیس. برای چی؟ پس میفهمی سبک زندگی که تو گفته اینجوری روزه بگیر، اینجوری نماز بخون، اینجوری نمیدونم غذا رو بخور، این خوب که نخور، اون یکی نمیدونم چیه، اصلا داره. ول کن اصلا دینو. بابا آزمایشگاهی داره نتیجه میگیری. جالب تو اروپا بوسنی هرزگوین جداست. چون مسلمان. تو کشور اسلامی اولین کشوری که شروع میشه ترکیه و لبنان. چرا؟ چون مسیحی داره. ترکیه چرا؟ چون سبک زندگی غربی داره. ول کن دینو بذار کنار. اصلا گذاشتیم که اصلا دینو همش اصلا آخوندا ساختن. اوکی حله. من میخوام ببینم در عمل چه اتفاقی. به اینو فکر بکنیم. اون که دین به تو میگه این کار حرام است، گناه دارد، این کار ثواب دارد، وقتی بهش رجوع میکنی کاملا علمیه. من چون به اینا رسیدم، اما من ببین دینی نبوده نرم باشون بحث نکنم، قولی باشون ور نرم، کتاباشون رو نخونم. اگر امروز من اینجا وایستادم، یقین دارم هر روزم داره میگذره این داره افزوده میشه.